گرمه. حماقت ته نداره. واژن میپرستن. کیو واژن میپرستن تو دنیا؟ بریم ببینیم. نه باید بیاریم. حل نمیریم. این آدما واژن میپرستن. واقعا دروغ نمیگن. توی معبد کامایای هند یه مجسمه واژن وجود داره و تقریبا 100,000 نفر اونجا واژن رو مقدس میدونن و اونو میپرستن. اعتقاد دارن چون بچه از اونجای دختر به دنیا میاد و باعث تولده به شدت قابل احترامه. خانمای نازا برای عبادت به اونجا میرن و اگر خدای واژن دعاهاشون قبول کنه واسطه زارتان زورتان کاهن معبد اونا هم کاهن عوضی بوده. اون آدم قرمساقی نداره و فقط حیوانات نر رو قربونی میکنن. این مکان مقدس سالیانه مکان مقدس چیه؟ نه بعد و پیروان به شدت معتقدی. البته نگاه کن ببین منطقش یه ذره نه خم به منطقشون دین اوناست با مقدس. یه بار دیگه ضبط کنیم. من 10 بار این ویدیو دیدم باز خندیدم. چرا باید دستش اولش شروع کنیم؟ و اینجوری میشه نشست. بذار من یه اینجوری نشسته بود بعد بول میریختن. چرا خنده داره؟ همه جدی قبول بزنید. دین اوناست دیگه. آیا فکر می‌کنید این عجیب ترین چیزی که دیدید؟ سخت در اشتباهی. توی این ویدیو چیزای خیلی پشتیزون‌تری هستش. از سوزوندن عروس توی هند تا یا خدا پرستش اصله. اگه فکر میکنید اینا چیزای عجیبیه سخت در اشتباهی. تو هند مردم آدم هم میخورن. تا آخرین ویدیو با ما باشی. باز خراب شد که بدبختی داریم. من هنوز فکرم درگیره واژنه. خب چرا واقعا دارن واژن میپرستن؟ البته ببینید مردا که میپرستن منطقیه ها، زنا چرا دارن میپرستن؟ اوکی شاید منطقی باشه که جایی که ازش میای بیرون بپرستی، ولی خب آدم که اول از اونجا نمیاد بیرون، قبلش یه جای دیگه ای. الان بریم اونو بپرستیم؟ اگه منطقشون اونه به نظر من باید برن اونو بپرستن. ولش کن، داریم تو مرز حرکت میکنیم. بریم تو هند باستان ببینیم مردم چی فکر میکردن. دقیقاً گرمه هوا. مردم چقدر هتل دارن نقدر کار میکنن. حتی من توی گرما نمیتونم کار بکنم. باید یه کاری پیدا کنم که بدون زحمت کشیدن پول در بیارم. اما چه کاری؟ دین. برای این که من دین رو به مردم غالب کنم باید یه چیزی برای پرستش باشه. باشه آیفون. مردم آیفون رو میپرستن. ما دین آیفونیسم را پایه‌گذاری میکنیم. آره. داشتم فکر میکردم که چی میشه آدم به این درجه از حماقت میرسه. جواب این سوال برمیگرده به همون سوال بزرگ اصلی بشریت. از کجا اومدیم و به کجا میریم؟ یا همون شعر معروف که میگه از کجا آمدنم بهر چه بود؟ باریکلا. از کجا آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میروم آخر ننمایی وطنم. مردم عادی برای این سوال نه حوصله دارن نه وقت دارن که اصلا بهش فکر کنن، پس به یه چیزی رو میارن تا خودشونو خلاص کنن. ولی چی میشه که مردم حاضرن بهای سنگینی بابت عقیده‌شون بدن؟ مثل عبور گاو از روی کمر. چطوری؟ جواب این سوال ساده است. تعصب بیجا میتونه آدمو کور، کر و لال بکنه. به تعصب تقدس هم اضافه کنید، کم کم کارهای احمقانه منطقی تر دیده میشه. حالا نیاز نیست به هندیا زیاد بخندیم. همه جای دنیا همچین مراسم های عجیب غریبی بوده. حتی تو ایران خودمون چند سال پیش، حالا چند 10 سال پیش، مراسم قمه‌زنی داشتیم. زیاد وارد جزئیات نمیشیم، مرز خطرناکه. بریم برگردیم به مراسم عجیب هند. و بالاخره رسیدیم به ترسناکترین رسم آدمخواری. چقدر باحاله. ایندیا اومد. حالا زیادم شاید باحال نباشه.
در قبیله آگوری شیوا به عنوان ایزد و ارباب ستایش و پرستیده میشد و طبق عقاید عجیب هندی ها در این مکتب خدا یا همان شیوا در همه موجودات و اجزا وجود دارد و نباید تبعیضی میان هیچ چیز قائل شد. همچنین به طور کلی هیچ چیز نجسی وجود ندارد و همه چیز مقدس است، چه گوشت مرده انسان باشد چه مدفوع انسان. دوستان تعصب و تقدس با هم مخلوط بشن جلوی فکر کردن انسانو میگیرن. انسانی که فکر نکنه تنها مزیتش نسبت به حیوانات دیگر رو از دست میده. انسانی که فکر نکنه از حیوان هم کمتر. با این منطق است و میتونن اسلحه هم بپرستن. باورت میشه؟ آره باورم میشه. چیزای خیلی عجیب تری میپرست. اسلحه تو سامورایی ها حتی ایرانی های سابق هم جزو چیزهایی بوده که احترام زیادی داشته اما نمیپرستیدن. ولی خب تو هند همه چی برعکسه. مثلا یک هندی رو میتونی ببینی که دوربین عکاسی یا کتاب خود رو میپرسته. یکی از خرافات عجیب در هند این است که پرستش برخی از وسایل و اشیا در برکت و ارتزاق آن نقش داره. شاید باورتون نشه ولی این حرکت واقعا تاثیر داره. نه دیوونه نشدیم. اینجا بحث انرژی میاد وسط، علمی که هنوز بشر اطلاعات زیادی ازش نداره اما خب میشه تستش کرد و حتی آزمایش هم داره. ولی خب شاید عجیب باشه این واقعا یه چیزی هست. مثلا ما ایرانی ها به این انرژی میگیم دعا. روانشناسا میگن آقا هر چیزی که میخواید به دست بیارید و ببینید. یا این سمینارهای ثروت هستن احتمالاً تو اینستاگرام خیلی دیدید، اونا میگن توی مدار ثروت اینا همه یک نسخه کوچیک از این انرژی. حالا هر کس میخواد بگه نسخه من بهترینه و از این نسخه داره برای ما تجویز میکنه. اوضاع جای عجیب میشه که عروس آتیش میزنن. باورتون میشه؟ دوستان قضیه برای 100 سال پیش نیست، مال همین 2010 خودمونه. یه آماری گرفتن توی هند 8000 تا عروس سر کم دادن جهیزیاتش داد. آگه اینجا عروسیه به من دادید، جهیزیاش که اصلا کامل نیست. من به شما چی گفتم یک یخچال تایت دودر قشنگ بزرگ میخوام. ولی خب این ماجرا هیچی نداره. گفتم من یه خونه بزرگ میخوام. گفتم لوازم برقی میخوام، چوبی میخوام، همه چی رو من بخوام، اما این هیچی نداره. پس به خاطر همین که تو هیچی نداری عروس خانوم من تو رو میخوام آتیش بدم. آماده ای؟ آفرین ممنونم از عروس خانوم. آفرین بچوت. اعتقاد خوب توخت. برو کثافت. کامنت برتر ویدیوی قبلی اگه گفتی چی بود؟ آفرین. کامنت هفته قبل یکی کامنت گذاشته بود که لطفا روم تور بذارید. روم تور. کلا ویدیومون روم توره دیگه، همه جا رو نشون میدیم تو خونه. والا من الان پشت کیس منو شما دیدید روم تور. نمیدونی جالبش چیه؟ ما دنبال تو خونه یه جا میگردیم که اصلا ویدیو رو ندیده باشید. نه. ولی دنبال چی میگردی؟ هیچ چیزی نیست. دقیقاً جزء خونه رو میدونی کجا. کامنت های جذابی نمیذارم. کامنت جذاب بذارید دوستان. و نکته آخر برای اینکه فراموش نکنید ما با میکروفون اومدم با بلندگویی که صدا نوچه. نکته آخر اینه که اعتقاد کجا بودیم؟ بله خب بیاید ضبط کنیم دیگه. چی داشتی میگرفتی؟ خیلی بیشتره زیادم انقدر کس گفتی دار.